سلام عرض ادب خدمت دوستای گلم. بعضی وقتا مثل کوه مجبوری تنها بشی. امروز دوستان نیومدن، جاشون خالی، ولی خب ما ادامه دادیم. یه چشمه عالی اینجاست. آب و خنک رو داریم. انشالله که همیشه موفق و پایدار باشید. میریم ادامه کوهنوردی رو بدیم، از منظر زیبا استفاده کنیم. جای دوستان خالیه.